سلام و روز بخیر بیننده عزیز. برنامه نوید بامدادی است از رادیوی آزادی که با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهم بود. ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای امروز 18 مارس. یک مرد در دوشنبه برای ازدواج با دختر 12 ساله زندانی شد. پرزیدنت آمریکا ولادیمیر پوتین را یک قاتل گفت. و یاد از آتخان لطیفی روزنامه‌نگاری شناخته تاجیک. در دوشنبه یک مرد 46 ساله را برای نکاح با دختری 12 ساله به زندان محکوم کردند. نکاح در تاجیکستان از 18 سالگی اجازت است. بنا به حکم دادگاه ناحیه سینا که ماه گذشته صادر شده و به اجرا درآمده است، دولتمند کسیروف 3 سال را در محبس می‌گذراند. پیوندان دختر حکم را ناعادلانه خواندند چون به گفته آنها به مرد جزای کمتر دادند. یکی از پیوندان کسیروف میگوید او نیز از حکم راضی نیست چون اتهام را بی‌پایه می‌داند، ولی زینه بالای دادگاه دعوایش را قانع نکرد. در بنیاد تشبث حقوقی که از حق مادر و دختر نابالغش حمایت میکرد، روز 17 مارس گفتند دادگاه مرد را برای روا دیدن حرکت‌های بداخلاقانه گناهکار شناخته است. یک مصاحبه ما در سازمان گفت دختر که بعد از این حادثه از تحصیل کنار مانده بود دوباره به مکتب برگشت. قبلا مقامات خبر داده بودند که دولتمند کسیروف ساکن 46 ساله ناحیه سینای پایتخت در برابر زندگی یک جوره با 2 زن اینچنین نابالغ 12 ساله را به نکاح خود درآورده است. خود مرد آن زمان در یک گزارش وزارت کارهای داخلی نکاح با دختر نابالغ را تصدیق کرد، ولی روشن نیست که نوار تحت چه شرایطی ثبت شده است. نظر جداگانه او و یا وکیل مدافعش درباره حادثه دسترس نیست. یک نفر نزدیک به خانواده‌اش گفت کسیروف و وکیل دفاع او از حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کردند، اما دادگاه حکم را به تغییر گذاشته است. پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن میگوید همتای روسی او ولادیمیر پوتین یک قاتل است که روح ندارد و به زودی برای تلاش‌های دخالت کردن به انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر آمریکا جواب خواهد داد و نرخ این کار را خواهد پرداخت، گفت بایدن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC نیوز که روز 17 مارس پخش شد. وقت مصاحب جورج استینوپولوس از او پرسید که چی نرخه، بایدن پاسخ داد که به زودی خواهد دید. مصاحبه فراگیر همگی چند ساعت پس از گزارش نشر کرده خدمات ملی اکتشافی آمریکا پخش شد که در آن گفته می شود پوتین به یک قطار نهادهای حکومتی روسیه صلاحیت داد به تاثیررسانی‌های دست زنند که به بی‌آبرو کردن نامزد پرزیدنت جو بایدن و حزب دموکرات روانه شده پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را دستگیری کنند، باوری عامه را بر روند انتخابات کاهش دهند و به افزایش ضدیت‌های اجتماعی سیاسی در ایالات متحده مساعدت نمایند. بایدن که تجربه بیش از 40 ساله سیاسی دارد گفت در طول این سالها پوتین را نسبتاً خوب شناخته است و بر این است که پوتین روح ندارد. در پاسخ به این سوال که آیا وی پوتین را قاتل می‌حسابد، بایدن به ABC نیوز گفت می‌حسابم. کرمل روز 17 مارس نکات گزارش خدمات ملی اکتشافی ایالات متحده را رد کرد و گفت که آنها مطلقاً بی اساسند. سخنگوی کرمل دیمیتری پسکوف گفت که روسیه به انتخابات دخالت نکرده است و در هیچ معرکه ضد یگان نامزد شرکت نورزیده است. کارمندان طب در تفلیس پایتخت گرجستان نخستین بسته واکسین‌های شرکت استرازنکا را دسترس کردند. در این کشور قفقاز جنوبی روز 15 مارس امکانی عمومی اهالی برای پیشگیری از آلوده شوی به کووید 19 آغاز یافت. بسته اول واکسن استرازنکا در حجم 43200 دانه وایه هفته گذشته به گرجستان وارد شد. اکنون تا 22 مارس به این کشور باید واکسین‌های ساخت فایزر بیانتچ هم ارسال شود. تقسیم واکسین‌ها در سراسر کشور هم الکی به راه مانده شده است. در گرجستان 29 مرکز امکانی به فعالیت آغاز کرده است و باید در روزهای نزدیک 58 مرکز دیگر تأسیس شود. بعد دریافت وایه‌های واکسن، معاون رئیس مرکز نظارت بیماری‌های سرایتی پاعت امنتزه اظهار باوری کرد که واکسن نوی استرازنکا امن و بی خطر است.
این در حالی است که چند کشور اروپایی استفاده این واکسن را باز داشتند، چون گزارش‌های دسترس شد که بعد قبول این واکسن مشتری‌ها از لخته‌شوی خون شکایت کردند. خود استرازنیکا و هم سازمان جهانی تندرستی هفته گذشته گفتند که دلیل یا شهادت لخته‌شوی خون بعد گرفتن این واکسن وجود ندارد. تاجیکستان نیز 192,000 وایه از واکسن استرازنیکا را دریافت کرده است و تا حال امکانی را آغاز نکرده است. قرار است امروز وزارت تندرستی تاجیکستان تصمیم نهایی خود را درباره واکسن گذراندن اعلان کند. اگر روزنامه‌نگار معروف، خادم دولتی و سیاستمدار تاجیک آتاخان لطیفی ماه سپتامبر سال 1998 کشته نمیشد، 18 مارس وی 85 ساله میشد. در سال آخرین عمرش وی به تازگی همچون رئیس بخش حقوقی کمیسیون آشتی ملی به وطن برگشته بود تا ستونه برای آسمان صاف و صلح‌آمیزی تاجیکستان شود، اما بودن محافظان راننده در آن روز شوم رشته عمرش از تیر ناخلفه کنده شد. همکاران ما اسکندر فیروز و برات یوسفی درباره این روزنامه‌نگار شناخته تاجیک مستند تهیه کردند که پاره از آن را همراه می‌بینیم. پس از امضا شدن سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفان تاجیک در ماه ایون سال 1997 در مسکو، آتاخان لطیفی آرزو کرده بود که دیگر در تاجیکستان صدای تیر شنیده نشود. پناهندگان به وطن برگردند، مخالفان در اداره دولت شرکت کنند و همه با هم یک کشور پیشرفته و شکوفان بسازند. اون سازشنامه صلحی که سال 1997 در مسکو به امضا رسید، البته با تلاش‌های با بی‌واسطه جانبداری استاد آتاخان لطیفی که همه حجتایی که بودن به دنیا آمدن. آتاخان لطیفی همچون رهبر مرکز هماهنگسازی نیروهای دموکراتیک تاجیکستان از تشبسکاران گفت‌وشنید صلح بود و در همه دوره‌های آن شرکت کرده برای یک صلح عادلانه مبارزه برده است. فرمایشگران کشتار آتاخان لطیفی تا حالا فاش نشدند. بسیاری ها تحقیق این قتل را ناکافی و ناتمام می‌شمارند. آتاخان لطیفی 62 سال عمر دید ولی میراث بزرگی از خود گذاشت. اونچه که لطیفی کردم برای ژورنالیستیک تاجیک بسیار ضرور بود. هر ژورنالیستی دیگر کس اگر بعد اون کس اومد از جسارت اون کس جسارت اومد. از محکم مختمی بالزاک میگه میپرسن که تو چی بزرگو برسی چی طور میگه من در کسی بزرگوی دیگر پوموندم و بولوش نم بلندی بسیارتر دیدم. اوج شهرت آتاخان لطیفی به صفت ژورنالیست زمان فعالیتش در روزنامه پراودا، نشریه کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در سالهای 80 قرن 20 راست میآید. آن نشریه اساسی شوروی بود و 12 میلیون نسخه به تب میرسید. واقعا نه فقط وی ژورنالیستی تاجیکستانی بلکه ژورنالیستی روسزبانی مشهور شوروی بود. وی درباره تاجیکستان مینوشت و به درد مینویست. وی درد ما رو به واسطه مطبوعات مرکزی شوروی میرساند. به گوش رهبرای دولت گوییم، به گوش خلق شوروی گوییم میرساند. راهی او به این جایگاه آسان نبود. آهنگر هم بود، عربکش نیز. سپس به فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی شهر لنینگراد شوروی سابق حجت سپرد و گذشت. پس از ختم دانشگاه مدت زیاد جای کار پیدا کرده نتوانست. شکل پره این فیلم مستند را می توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org تماشا کنید. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جیمی فلای بازداشت همکار رادیو ولادیسلاو یسیپنکو را در نیمجزیره اشغالی کریم محکوم کرد. کرمل همگونه صدای الترناتیوی را در نیمجزیره اشغالی اش کریم تعقیب کرده می ترساند. بازداشت همکار ما یک بانگ خطر است. او را باید فوراً آزاد کنند تا به خانواده‌اش بپیوندد، آمده است در اظهارات جیمی فلای. یسیپنکو با بخش اوکراینی رادیوی آزادی همکاری و در طرح رادیو با نام کریم واقعیت کار میکرد. او شهروندی روسیه و اوکراین را دارد. روز 16 مارس در شعبه رابطه با جامعه خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فیسبوک گفتند که یسیپنکو 10 مارس برای جمع آوری اطلاع به نفع خدمات مخصوص اوکراین دستگیر شده است. مسئولان خدمات اکتشافی بیرونی اوکراین در واکنش به اتهام همتایان روسشان به خبرنگار کریم واقعیت گفتند هنگامه‌های خدمات مخصوص روسیه را شرح نمی‌دهند. بانک ملی تاجیکستان قارب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 18 مارس چنین تعیین کرده است.
بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. برای دریافت اطلاع از این بیشتر لطفاً به سامانه ما با نشانه www.azadi.org وارد شوید. صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب هم در خدمت شماست. برنامه من بعد ما ساعت 14 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو تقدیم شما می شود. تا آن دم خداحافظ.